سلام، خیلی خوش اومدی به این مدیتیشن تقویت اعتماد به نفس و انگیزه. اینجا هستیم تا همراه هم خودباوری رو تو دلت بیدار کنیم و بهت انگیزه بدیم که با قدرت بیشتری به اهدافت ادامه بدی. اول از همه یه جای راحت پیدا کن. میتونی بشینی یا حتی دراز بکشی. چشماتو آروم ببند و دستات رو آزاد بذار. چند تا نفس عمیق شکمی بکش. دم بگیر. چند ثانیه نگه دار و بازدم کن. اگر برات سخته میتونی اوایل از ثانیه های کم شروع کنی. از 3 ثانیه دم، 3 ثانیه بازدم و حتی 3 ثانیه هم وسطش نگه داری. و یا حتی اگر برات مقدوره 10 ثانیه و حتی به بالا. پس از 3 ثانیه شروع کن. 3 ثانیه دم بگیر، با بینی نفس شکمی بگیر، 3 ثانیه نگه دار و 3 ثانیه با دهان بازدم کن. و هر بار که نفس میکشی تصور کن که هوای تازه و پر از انرژی وارد بدنت میشن و با هر بازدم فکرای منفی و تردیدها از بدنت خارج میشن. به این ریتم تنفس ادامه بده و به خودت اجازه بده که توی لحظه حال باشی. حالا تصور کن که یک نور گرم و روشن از بالای سرت وارد بدنت میشه. این نور نوری از اعتماد به نفس و انرژی مثبته که تا اعماق وجودت رو پر میکنه. حس کن این نور به آرومی وارد سر، گردن و شونه هات میشه و به تدریج تا قفسه سینه و قلبت پیش میره. اجازه بده این نور بهت حس قدرت و اعتماد بده. هر بار که نفس عمیق میکشی این نور رو تا اعماق قلبت و سپس به هر گوشه و کنار بدنت بفرست. بیا با هم یه دم عمیق بگیریم. عمیق ترین دمی که امروز گرفتی. نگهش دار و با دهان بازدم. یک بار دیگه دم، نگه دار، بازدم. با هر دم حس کن که این نور قوی تر و قوی تر و قوی تر و پرنورتر و پرنورتر میشه و بهت اعتماد به نفس بیشتر و بیشتری میده. و با هر بازدمت هر گونه شک و تردید و ناامنی و ترسی که تو وجودته از دهانت خارج میشه. بهش نگاه کن، مثل یک ابری که تکون میخوره و به آرومی محو میشه. بذار برن، بذار از بدنت خارج بشن. فقط نظاره‌گر باش. حالا چند تا عبارت تأکیدی رو آروم توی ذهنت با من تکرار کن. جمله هایی که باعث میشن حس قدرت بکنی و اعتماد به نفس بیشتری داشته باشی. میتونی جمله هایی رو مثل این همیشه با خودت تکرار کنی. اگر آماده ای بریم که با هم چند تا جمله پرقدرت بگیم. من به خودم ایمان دارم. من توانایی رسیدن به اهدافم رو دارم. من ارزشمند و توانمند هستم. من میتونم به راحتی از چالش ها عبور کنم.
هر جمله رو با اطمینان تکرار کن و بذار باور کنی که اینها حقیقت وجود تو هستن. هر بار که این جملات رو میگی حس کن که اعتماد به نفس بیشتری در درونت رشد میکنه. حالا تو ذهن جایی رو تصور کن که تو در حال انجام یکی از هدفها یا آرزوهات هستی و داری به موفقیت میرسی. خودت رو ببین که با انگیزه و اعتماد به نفس کامل داری به سمت اون چیزی که میخوای حرکت میکنی. تصور کن چقدر حس خوبی داری از توانایی ها، انگیزه و اراده‌ای که داری لذت ببر. یه بار دیگه با همون 4 جمله رو تکرار میکنیم. من به خودم ایمان دارم. من توانایی رسیدن به اهدافم رو دارم. من ارزشمند و توانمند هستم. من میتونم به راحتی از چالش ها عبور کنم. بذار این تصویر تو رو پر از انرژی مثبت کنه. هر باری که به این تصویر فکر میکنی حس میکنی یک قدم به هدف و رویاهات نزدیکتر شدی. حالا ازت میخوام چند نفس عمیق دیگه بکشی. دستتو بذار رو شکمت، با بینی نفس عمیق بکش. شکمت باید بیاد جلوتر. چند ثانیه نگه دار و با دهان بازدم کن و شکمت بر میگرده جای اولش. دم بگیر، نگه دار و بازدم. حس کن که تمام اون نوری که وارد بدنت کردی اعتماد به نفس و انگیزه توی وجودت پررنگتر و جا افتاده تر شده. تو قبلا هم انگیزه و اعتماد به نفس داشتی ولی فراموشش کردی. حالا با این نور اونها پررنگ شدن و تو میتونی اونها رو ببینی و حسش کنی. کم کم باید به زمان حال برگردیم و این انرژی رو با خودت بیاری. میدونم که بودن توی این تصورات خیلی جذاب و شیرینه، ولی تو میتونی با مدیتیشن این حس و انرژی رو با خودت برای یه تایمی برگردونی به زمان حال و حتی هر وقت که احساس نیاز داشتی دوباره برگردی به این مدیتیشن، گوش بدی و اونها رو تجسم کنی، حست رو مثبت کنی و دوباره برگردی به زمان حال. چون فقط زمان حال وجود داره و گذشته و آینده‌ای وجود نداره. مثلا ما مدیتیشن میکنیم که به زمان حال وصل بشیم و نذاریم ذهنمون ما رو توی بازی گذشته و آینده غرق کنه. امیدوارم این مدیتیشن بهت کمک کرده باشه که حس اعتماد به نفس و انگیزه بیشتری داشته باشی. هر وقت نیاز داشتی دوباره برگرد و از این انرژی مثبت بهره ببر. اینو بدون تو توانمند و قوی هستی. به خودت اعتماد کن و به مسیرت ادامه بده. دوست دارم اگر که تو هم دوست داری تجربه خودت از این مدیتیشن رو برام تو کامنت بنویسی و مرسی از اینکه ساب میکنی، لایک میکنی و منو به دوستات معرفی میکنی. به امید دیدار در یک مدیتیشن دیگه.